بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز. ببخشید این چند وقت فیلم ویدیو چیزی نتونستم بذارم به خاطر اینترنت ها اینا. امروز یک پنکه برامون آوردم با ایراد روشن نشدن. بنده خدا میگه این کلیدا رو به برق میزنیم، کلیدا روشن میشه، کلیدا همه کار میکنه، ولی مشکلی که هست پره نمیچرخه. پره هم که میبینین روون مرتب داره میچرخه. این ایراد دو تا مشکل بیشتر نداره، یا بوشای سرتا، یک بوش اینجا داره با یک بوش این پشت. بوشا روغن میزنن، روغن بی کیفیت، خشک میشه که این پره قفل میکنه که با تینر یا بنزین، تینر فوری یا بنزین بزنین راه میفته. یا هم که یک فیوز داخل این هسته داره، یک فیوز حرارتی داخل سیمپیچ، این فیوزه میسوزه قطع میکنه. حالا من ویدیو رو استوب میزنم، اینو بازش کنم، بعد ادامهش رو خدمتتون هستیم. سلام مجدد خدمت دوستان. این موتور رو بازش کردم. قبل از این که من کلا باز کنم سر سیماشو لخ میکنم، یک تست دوباره میگیریم ببینیم با لامپ تست، یک تست دوباره میگیریم ببینیم ایرادش دقیقاً از کجا. ببخشید من زاویه دوربین درستش کنم. خب این سر سیما رو یکی یکی لختش میکنم. اینا رو لخت کردیم. فقط دوستان دقت داشته باشین، قبل از این که بخوایم به برق بزنیم یا باید پشت کلید رو باز کنیم ببینیم برقش کدومه، از پایین پنکه یا هم با مولتیمتر. چون من قبلا اینو بازش کردم، سیم آبی میشه برق ورودی مشترکش، سه تا سیم دیگه هم میشه مال دوراشی، یکیشم که مال ارته هیچی میشه مال انگار گیر بوکسش، و سه تا سیم دیگه هم میشه مال دورای تند و کند و متوسط. حالا من این لامپ تست هم بیارم. اول از همه لامپ تست میگم درسته. این که میشه برقمون. بیارم بالا قشنگ. این یکی که میزنم هیچ کدوم کار نمیکنه. اینم از این. حالا بازش کنیم ببینم فیوزشو در بیارم، بعد نشون. یه چیز دیگه قبل از باز کردن اینا رو اینجوری من با ماژیک یک علامت میزنم که موقع بستن هم بدونم هسته کدوم سمته، هم بالا پایینشون ایناش درست سر جا خودش بخوره، چون اگه جا به جا ببندیم اذیت میکنه، دوباره کاریه. من اینو بازش کنم دوباره خدمتتون برسم. ببخشید عذرخواهی میکنم، حواسم نبود، مشتری اومده بود. اینو که باز کردیم فقط خیلی مراقب باشین این هسته ضربه نخوره، سیمپیچ خط و خشی چیزی نیفته که بعد دردسر. اینو از اینجا در میاریم، اینم کامل درش میاریم. ببخشید یه خورده سفته. خب اینم در آوردیم میذاریم کنار، اینم در میاریم. من حواسم نبود مشتری اومده بود. بعد اینجا یک نخایی داره مثل همین نخا، این برم داره. این سیمپیچ هسته اینجوریه، اینجوری بسته با این نخا.
با یک تیغی کاتری چیزی این نخار جوری که به سیم پیچ ضربه نخوره این نخار رو میبری. وقتی نخار رو بریدین این در میارین باز میشه. باز که شد زیر اینا یک دانه فیوز حرارتیه. من فیوزش هم در بودم اگه شمارش معلوم بشه بتونم بهتون نشون بدم. ببخشید فیوزشم شمارش 130 درجه فارنهایت 130 درجه. این به 130 درجه برسه قطع میکنه. این فیوز الان سوخته. بعضیا میان اینو یک سرش میگن با یک دور چرخوندن یک لحیمی اینجا میزنن یک سره میشه، ولی کار درست نیست. احتمال سوختن هسته هست، چون وقتی این یک سره باشه اگه این هسته داغ کنه به هر دلیل اتصالی چیزی داشته باشه فیوزی نداره که فیوز بسوزه، این هسته میسوزه. من این فیوزش رو عوض کنم بعد دوباره خدمتتون میرسم. فیوزم عوض کردن کاری نداره. یک سرش مال برق ورودیه که گفتم سیم آبیه میشه این. باید یه خورده مواظب باشی، من تو دوربین خوب نمیبینم، مواظب باشین سیم پیچش بند. یک سر برق ورودی میاد میخوره به این فیوزه، بعد از فیوزه میره داخل سیم پیچ. اینو فقط باید مواظب باشین که بند. حالا من اینو درستش کنم بعد برای تستش و اینا دوباره خدمتتون میرسم. خب دوستان اینم بستم، پیچاشم ببندم بذارم رو پنکه برای تستش و اینا باز دوباره میذارم. اینم که گفتم علامتی که میزنیم با خاطر اینه. این اگه جا به جا ببندیم بالا پایین ببندیم هم اذیت میکنه هم ممکنه درست کار نکنه پنکه، ولی وقتی علامت بزنیم با خیال راحت با خاطر جمعی سر جا خودش بسته میشه. این پیچاشو من ببندم رو پنکه سوارش کنم دوباره میام. خب یه چیز دیگه هم هست، این وقتی این پیچا رو میبندیم ممکنه بعضی وقتا جا به جا بشه. این جا به جا شدن این شاف ممکنه گیر کنه صفر بچرخه. وقتی چه گیره یه تنقه کوچولو این بغلاش اینجا باشه، تنقه کوچولو بزنی این آزاد میشه و پیچا رو دوباره میتونه بزنی. همینجوری که میذاریم یک پیچ دیگهش پیچا رو هم سعی کنین همه رو با هم صفر کنین، یه جوری نباشه که یکی رو صفر کنین یکی شل باشه که کج وای نست این هسته. اینا می‌بینین روون همیشه مرتب. حالا من برم ببندم رو پنکه بعد برای تستش و اینا دوباره میام. من اینو بستم پشتشو نذاشتم، پشتشو گذاشتم اول یک تستی بکنم اگه همه چی مرتب بود درست بود پشتشو اینا رو ببریم. همیشه هم قبل از این که اول به برق مستقیم بزنیم حتی اگه تعمیرم کردین با لامپ تست اول یک تستی میگیریم. همونجور که میبینی الان برد روشن شد که اگه اتصالی چیزی داشته باشه لامپ تست ما روشن میشه. اگه هم خواستین مراحل ساخت لامپ تست هم براتون یه روز میذارم. سیم آزاد کنم. خیلی خوب این الان روشنه آماده کاره. دکمه‌شو که بزنیم بله این درست 2 3. حالا برای گردنش اینا باید بلندش کنیم. ببخشید یه لحظه من گردنش هم درسته الان داره میچرخه. حالا با برق مستقیم هم تستش میکنیم. اینو یه لحظه بذارم خاموش میکنیم. حالا لامپ تستمون با
خیال راحت میکشیم. لامپ تست رو جمع کنیم. خب اینو میزنیم به برق مستقیممون. روشن شده. امازی اول که با لامپ تست زدیم، چون لامپ تستمون یک جریانی هم لامپ میکشه، به خاطر همون دورش کم بود. یعنی با برق مستقیم همین 6 مرتب. امیدوارم که به درد کسی بخوره. سوالی چیزی هم داشتین شماره‌مو میذارم، من در خدمتم. به امید دیدار.